مهرینیسا شریپова هنرمند بوده از ناحیه یاوانی ولایت ختلان به شهر خوجند آمده است. وی می‌خواهد با تشکیل یک کارگاه دوزندگی فعالیتش را به راه ماند، زیرا این هنر برای تامین اقتصادی عائله‌اش کمک می‌رساند. قهرمان گزارش ما می‌گوید که برای موفق شدن حالا با تشکیلات جمعیتی میر همکاری را آغاز کرده است، زیرا این تشکیلات برای ترتیب دادن بیزنس نقشه کمک نموده، اینچنین به خریداری تجهیزات تکنیکی او را دستگیری می‌کند. امروز بسیار چیزا را آموختم. من جای قالین بافی رفتم، قالین بافی را یاد گرفتم. چند نمود مهره ها را اینجا دیدم و را در ذهن خودم جا کردم. مقصدی آمدن من به این لایحه پیشبرد ساحه صاحبکاری، بعد درخواست من ماشینه که من بیزنس خود را کلان کنم. لایحه وسعت‌دهی حقوق و امکانیت‌های اقتصادی زنان و دختران توسط تقویت اقتدار و دستگیری تکنیکی آنها در ناحیه‌های مقصدناک از طریق تشکیلات جمعیتی مرکز امکانیت بهره رشد عملی کرده می‌شود. لایحه مذکور عاید به تشکیل چاره‌بینی‌ها و امکانیت‌های شاگرد تیارکنی در بین زنان و دختران مساعدت نموده آنها را در سمت فعالیت صاحبکاری آماده می‌نماید. اشتراکچیان لایحه‌ای که ما در چارچوبه برنامه لوکس وردن اون رشد زراعی سودیم این زنها اشتراک کردن. اینا زنها از دو ناحیه ختلان این واسه یاوان، از دو ناحیه ناحیه‌های تابع جمهور این حصار و رودکی میباشند و از بلوچستان خافور زنها میباشند که همین لایحه درسته اشتراک کردن. اینا حاضر وقت بیزنس پلان‌های خودشون نوشته، بیزنس نقشه رو نوشته و برنامه رشد و با تشکیلاتی ما پیشنهاد کردگی حاضر در چی میگوید جریانی که دیده برنامه سده ماهی و بیزنس نقشه ها رو تا آخرین ماه مایه رو نتیجه هاش چی میگوید معلوم میشه. تشکیلات جمعیتی مرکز امکانیت بهره رشد در همکاری با اسوسیاسیون زنهای صاحبکار تاجیکستان فعالیتش را به راه مانده است. مقصد این اسوسیاسیون بلند برداشتن حقوق و هدفهای زنهای صاحبکار می باشد. در سمیناری که در شهر خوجند با اشتراک ساکنان ولایت ختلان برگزار شد، فیروزه محمود و راهبر اسوسیاسیون زنهای صاحبکار تاجیکستان اشتراک نموده ابراز داشت که در سال 2022 آزمون برای زنهای صاحبکار گذرانده می شود. در اسوسیاسیون زیاده از 3000 اعضا هست. اعضاها از تمام جمهوری تاجیکستان و از هر گونه ساحه‌های رشد صاحبکاری میباشند. من می‌دانم که شما از ختلان میباشید در ناحیه در ولایت ختلان در شهر بختر و 13 شهر نوایی دیگری ختلان ما یک لایحه داشتیم همراهی روسیه. لایحه نامش بلند برداشتن زن صاحبکار بود، سیمای زن صاحبکار. لایحه 5 سال دوام داد و یکی از دستاوردهای لایحه می باشد که ما یک چند مرکزهای آموزشی شده. یکی از مرکزهای آموزشی ما در ناحیه بلخی می باشد، مطیخ قناری شده. برای بهبودی و پیشبرد زندگی هنرآموزی بسنده است، زیرا زنهایی هستند که با هنر خود مشهور شده امروز فعالیت صاحبکاری خود را به راه مانده‌اند. حالا زنهای شهر و نواحی دوردست ولایت سوق نیز فعالیت صاحبکاری خود را پیش برده در سمت هنرمندی از جمله مهره بافی موفق شده‌اند. مقصد ما آموزاندن زنهای معیوب‌دار و جوانان معیوب‌دار میباشد و هنرهای مردمی. ما از سال 2019 اینجا فعالیت میبریم و در همه ویستافک‌ها اشتراک میکنیم. در شهر دوشنبه اساساً در فروم ها اشتراک کرده همین کارهای زنهای پیش میبریم. بعدی به آخر رسیدن سمینار گروهی زنان صاحبکار به شهر اسفر سفر نمودند. در دوام سفر به شهر اسفر از مرکزی بازی‌های بچگانه که در بینای پیوند جایگیر شده است دیدن نمودند. همچنین آنها در ادامه سفر از کارگاه دوزندگی عزیزه، قهوه‌خانه اسفر و کارخانه جمعیتی دارای مسئولیتش محدود اسفر فود بازدید نموده از شرایط کاری و طرز به راه ماندن فعالیت صاحبکاری شناس شدند. در جنبست شناسایی با فعالیت صاحبکار زنان از محصولات هنری دوزندگی تشکیلات جمعیتی صفی و مرکز تعلیمی استحصالی به نام زلفیه بهره‌دینова نیز آگاهی پیدا نمودند. من در آینده مرکز دلخوشکنی کودکان را گشودنیم. ما به اینجا آمدیم برای آن که
дидем ки вай дар асл чӣ хел кор мекунад. Масалан ман дидам ки фикри ман дигар чиз буд, вале дидам ки бо дигар идеяҳои нава гирифтем да. Масалан бар якчанд дақиқа нигоҳ доштани кӯдакон ёки соатҳо нигоҳ доштани кӯдакон ба ҳамин монанд бисёр чизҳои навро, идеяҳои навро ба худ гирифтем ва дидем мотиватсияи нав гирифтем. Рӯҳиямон дигар шуд ки мо ҳамон чизро бо чашми худ дидем, чӣ тавр кор мекунанд, чӣ хел корашон аз ҳар кардагиянд. ташкилоти ҷамъиятии марказии имконият баҳри рушд бо мақсади ба роҳ мондани фаъолияти соҳибкории занону духтаронро ҷалб намуда барои пешбурди некоаҳволӣ бо харидории таҷҳизоти техникӣ онҳоро дастгирӣ мекунад. ин як василаи ҷалби занони бекору хонашин ба ҳунаромӯзӣ буда, инчунин таъмин намудани онҳо бо ҷойи кори доимӣ мебошад. гузориши Манзура Бахтиёрзода ва Саид Мухтори Саид Анвар барои барномаи иттилоотии Хабар.